تو این ویدیو میخوایم روش خوشنویسی حرف او انگلیسی رو هم به صورت بزرگ و هم به صورت کوچیک با هم دیگه یاد بگیریم. پس تا انتهای ویدیو رو همراه هم باش. سلام به شما دوست عزیزی که داری این ویدیو رو میبینیم. من سید مهدی زارعی هستم و هر هفته ویدیوهایی در خصوص آموزش خوشنویسی انگلیسی برای شما عزیزان آماده میکنم. خب ابتدا آموزشمون رو از حرف اوی کوچیک شروع میکنیم و بعد توضیحات حرف اوی بزرگ رو خدمتتون میگیم. حرف اوی کوچیک از دو تا حرکت تشکیل شده. حرکت اول از روی خط زمینه شروع میشه به این صورت تا خط میانه میره بالا و حواسمون باشه که این حرکت اول یک کوچولو هلالی شکله، یعنی از این قسمت یک فرو رفتگی خیلی ریز داره و از این قسمت هم به بخش داخل یک فرو رفتگی خیلی کوچیک داره. این حرکت اول حرف او هست. حرکت بعدی به این صورت میاد پایین و دور میخوره میره به همون سر جای اولمون و در انتها یک گره خیلی کوچیک به این شکل ایجاد میکنیم. مد نظرمون هم باشه که فضای خالی این قسمت به اندازه 1/3 فاصله خط اصلی تا خط میانه است و اون رو بیشتر یا کمتر در نظر نگیریم. یه بار دیگه حرف او رو براتون می‌نویسم. ببینید از روی خط زمینه شروع میشه میره بالا، از این قسمت دور میخوره و در این بخش هم یک گره خیلی کوچیک به حرفمون اضافه میکنیم. یه نکته رو هم داخل پرانتز بگم بهتون، حرف اوی کوچیک معیار فاصله کلمات توی جمله هستن. یعنی ما چند تا کلمه رو وقتی میخوایم پشت سر هم بنویسیم و جمله تشکیل بشه، بین اون کلمه ها باید به اندازه 1 او فاصله بذاریم و معیار فاصله بین کلمات توی جمله همین حرف او هست. خب بریم سراغ بخش بعدی که مربوط به حرف اوی کلاسیک هست. نوشتن این حرف خیلی آسونه و پیچیدگی و نکته خاصی نداره. بذارید من ابتدا این حرف رو بنویسم و بعد توضیحاتش رو بگم خدمتتون. ببینید از این قسمت شروع میشه میاد پایین، از این قسمت دور میخوره میره بالا و در این قسمت هم یک گره کوچیک اجرا میکنیم. یک حالت بیزی شکل داره. حالت اوی کلاسیک خیلی آسونه، نکته خاصی نداره. فقط باید مد نظرمون باشه که این قطر حرف او در حالت کلاسیک به اندازه حدوداً 1.5 برابر فاصله خط زمینه اصلی و خط میانه باشه که این فاصله رو گفتیم 1x میگیم و 1.5 برابر این فاصله میشه 1.5x. قطر حرف اومون باید حدوداً به اندازه 1.5x باشه و شیب این بیزی هم که مثل مابقی حروف انگلیسی که توضیح دادیم موازی با همین خطوط 60 درجه تحریر بشه. و اما شکل تزئینی حرف او که خیلی شباهت داره به همین شکل کلاسیک، منتها در قسمت شروع و پایانش یک تفاوت خیلی جزئی دیده میشه که کل حرفش با یه حرکت نوشته میشه. ببینید من ابتدا مینویسم براتون، به شکلش دقت کنید. ببینید از این زیر شروع میشه، یک حالت به این صورت اجرا میشه میره بالا و میاد این خطی که شروع کردیم رو به این صورت قطع میکنه. یک تفاوت خیلی جزئی در ابتدا و انتهای حرف اجرا میشه که طبیعتاً میگم دقت بیشتری میخواد نسبت به حالت کلاسیک و قشنگی بیشتری هم داره و قطر حرف هم حدوداً همون 1.5x و مساوی هست با حرف اوی کلاسیک. توی قسمت دیسکریپشن آموزش مابقی حروف انگلیسی رو هم برات گذاشتم.
اگه این آموزش ها به دردت میخوره خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنی، چون لایک کردنت باعث میشه این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری از علاقه‌مندان خوشنویسی قرار بگیره. در انتهای ویدیو هم شما را دعوت میکنم به دیدن آموزش حرف انگلیسی N و همچنین حرف P. خدا نگهدار.